حیات و فعالیت آلفرد ورنر. آلفرد ورنر سال 1866 در شویتزاریا تولد شده است. او یکی از عالمان پیشصف و مهم ساحه شیمیایی کوردیناسیونی و کامپلکس های متالی می باشد. از خورده به علم های طبیعی علاقمند بود و در دانشگاه های مهم اروپا تحصیل کرد. ورنر اساسگزار نظر کوردیناسیونی در شیمیا می باشد. او در سالهای 1890 پیشنهاد کرد که اتم های متالی می توانند با مولکوله ها و ایون ها در جایهای معین در مولکوله با هم پیوست شوند. این نظریه به فهمیش ساختار کامپلکس های متالی و رفتار آنها در ریاکسیه ها اساس گذاشت. تحقیقات او به ساحه شیمیایی مرکب و تهیه مواد نو برای صنعت و طب کمک رساند. برای کارهای علمیش آلفرد ورنر سال 1913 جایزه نوبل را در شیمیا گرفت. او با محبت و زحمت‌های زیاد علم شیمیا را پیش برده در تعلیم دانشجویان نیز نقشی مهم داشت. ورنر سال 1919 درگذشت، ولی میراث علمیش تا حال در ساحه شیمیای مرکب و تحقیق ماده های نو باقی میماند. او را یکی از اساسگزاران علم معاصر شیمیا می شمارند. آلفرد ورنر پس از به دست آوردن جایزه نوبل فعالیتش را با همان شدت ادامه داد. او کارخانه های تجربوی را برای تحقیق کامپلکس های متالی تأسیس داده دانشجویان را به تحقیقات عملی جلب می کرد. در زمان حیاتی او نظریه کوردیناسیونی نو و نادر بود که به فهمیش ساختار مولکوله ها و روند ریاکسی های شیمیایی یک پایه مستحکم گذاشت. این نظریه در صنعت کیمیا، طب و حتی بیوشیمیا تطبیق یافت. همچنین ورنر بر رشد اصولهای تحلیلی سپکتروسکوپی و مکمل سازی تحقیقات مولکوله های مرکب سهم گذاشت. هر یک تحقیقاتش به فهمیش عمیق‌تر و ساختن موادهای نوی کیمیایی راه گشاد. مخصوصاً برای علمهای ساحه متالورژیا و کیمیای کوردیناسیونی کارهایش تا امروز چون دستور اساسی استفاده می شود. آلفرد ورنر به حیث استادی بزرگ و عالمی که به علم معاصر شیمیا روشی نو بخشید در یادها می ماند.